حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تا فردا. هی برو. هی من تنهایم، میخواهم با کسی بازی کنم. کمی آرام بگیر. ارکمید، پدرت آمد. سلام پدر. من امروز پسر خوبی بودم. میدانم پسرم، حتما اینطور بوده. تو همیشه پسر خوبی بودی. بیا ارکمید، بیا پسرم. پدر کسالت دارد، تو برو برای خودت بازی کن. چی شدی؟ اتفاقی افتاده؟ پلوتونیوس او را کشتند؟ آری، به دستور پدرت. او را در مقابل معبد آپولون به آتش کشیدند و دستور داده شد جسدش تا 3 روز برای عبرت دیگران در بالای منجنیق بماند. نفرین برو که مایه ننگ من است. بارها گفتم او پدر من نیست. این همه طعنه‌اش را به من نزنید. هلن، گناه پدران را به پای فرزندان نمیگذارند. شما خود میدانید که از داشتن چنین پدری شرمگین و سرفکندم. اگر گهگاه به نزد او میروم یا به خاطر شما بوده یا برای نجات کسی، وگرنه هیچ رغبتی به دیدار او ندارم. من هم هیچگاه اعمال او را به شما مرتبط نکردم، منتها جنایات او دلم را به درد آورده است. اما مشاهدات من قابل قیاس با آنچه که شما دیده اید نیست. امروز پدرت ببخشید دیوکلتیانوس مرا تهدید کرد که اگر چشمش باشم بیرون خواهد آورد. آری، این حقیقت دارد. بیشک او به تهدید خود عمل خواهد کرد. جان نثارم قربان. درود بر آن. کارت عالی بود ازرین، خیلی خوب، آفرین. مأموریت تازه‌ای داری. مراقب ادونیای کوزه‌گر باش و لحظه ای از او غافل مشو. اطاعت سرورم. فکر نمی کنی که خطر جولیوس کمتر از ماکسیمیلیانوس نباشد؟ چه بگویم حالی جناب؟ بله سرورم. مخصوصا مراقب کسانی باش که با او تماس میگیرند. در خدمتگزاری حاضرم. بگیر. قربان. برویم. او گفت تو شاهد بوده ای که چگونه چشمش را بیرون آورده است. ظاهراً به ماجرای مادرت اشاره می کرد. او راست گفته است. من دیدم. من دیدم.
مادر من یکی از اهالی قرای اطراف دمشق بود. تمام اهالی آنجا توسط بارنابای قدیس مسیحی شده بودند. در حمله رومی ها به جز مادرم تمام اهالی آنجا کشته شدند. مادرم به چشم خود دیده بود که سربازان دقیانوس چگونه تمام بستگانش را سر بریدند و پدر و مادرش را کشتند. در حقیقت زیبایی مادرم بود که مانع مرگش به دست دقیانوس شده بود. او مادرم را به اجبار به همسری گرفت. میدانم هلن، چون قبلا اینها را شنیدم. شما شنیدید، اما من با چشمان خود شاهد بودم. شما بگویید چگونه میتوانم فراموش کنم؟ مادر من زخم خورده بود. همیشه مترصد فرصتی بود تا انتقام خود را از یوکلتیانوس و خدایان روم بگیرد و این فرصت برای او که همیشه در قصر تحت مراقبت بود دست نمیداد. تا اینکه خبردار شدیم مجسمه خدایان را در چند معبد شکستند. مراقبت‌های شدید برای دستگیری بتشکنان به عمل آمد. تا اینکه یک روز یا مریم مقدس، این کار خطرناک است. به خودتان رحم کنید. بانوی من، اگر گرفتار شوید شما را قطعه قطعه می کند. این کار را نکنید. این کار نیست. شاریم کن. من تو را به مراقبت از آفریقا مأمور کرده بودم، در حالی که تو به خدایان خیانت کرده و با او هم دست شدی. اگر یاری تو نبود هرگز او به معابد دست پیدا نمی کرد. سزای تو مرگ است. او مقصر نیست، تنها فرمان مرا اطاعت کرده. رهایش کنید. تقصیر او همین است که فرمان مرا نادیده گرفته و از تو اطاعت کرده. بزن! او نتیجه خیانت خود را دید. حال نوبت توست که در آتش خدایان بسوزی. تو مرا از مرگ نترسان. از روزی که همه بستگانم را در پیش چشمانم به پای بت‌های سنگی قربانی کردی و پدر و مادرم را گردن زدی، تصمیم به انتقام گرفتم و از مرگ نیز هراسی ندارم. میخواهم به تو فرصتی بدهم. آیا در مقابل اپولون از خدای عیسی بیزاری میجویی یا نه؟ من جز خدای یگانه را نمیپرستم و به جز او خدایی نمیشناسم. آیا خدایان روم را سجده کرده و برایشان قربانی میکنی یا نه؟ نفرین بر خدایان روم، نفرین بر بت‌های سنگی و بت پرستان و نفرین بر امپراتوری جنایتکار روم. ای خدای اونم، این قربانی را از من بپذیر.
دخترم ای آپولون قدرتمند، این است سزای کسی که به خدایان خیانت کرد. خدایا از من قبول کن، این بنده شرمنده را پذیرا باش. الهی دخترم را به تو سپارم، نگهدارش باش. الهی اونها را برای تو شکستم. او در پیش چشمانم میسوخت و از من کاری ساخته نبود. خداوند روح او را با مریم مقدس هم نشین کرد. او زن شجاعی بود. من برای خود شما نگرانم. در نهایت او عقیده شما را خواهد دانست. من خوابهای وحشتناکی میبینم. نمیدانم خداوند چه مقدر کرده است. وای من میترسم. این همه تشویش بیهوده است. نگران نباش. هر اتفاقی که بیفتد ما کنار هم خواهیم بود. دیشب خواب دیدم که دقیانوس شما را کشته است، اما شما زنده اید. او پی در پی نعره های وحشتناک میکشید و بین ما ایستاده بود. ما نمیتوانستیم به یکدیگر برسیم. بین ما فاصله زیادی بود. من جوان بودم و شما پیر شده بودید. دیدم شما پدرم هستید. مانده بودم که کدام یک از شما پدرم هستید. او از این که شما را کشته بود شادی میکرد. من میترسم. آرام باش هلن عزیز، آرام باش. به خاطر یک خواب که این همه ناراحتی نمی کنه. خداوند بندگان موحدش را تنها نمی گذارد. من جز شما کسی را ندارم. شما تنها همسرم نیستید. معلم من، مربی من، منجی من، همه کس من شما هستید. من روشنایی را با شما دیدم، امید را با شما یافتم و ایمان را از شما آموختم. خود لایق درک این ارزش ها بودی. من که کاری نکردم. من به تو افتخار میکنم. دیشب خواب دیدم که این تابلو از آن مادرم است. حالان که من مادرم را دیدم که من مردم. شما مانده بودید که مرده مرا باور کنید که بر گور است، یا زنده مرا که بر این تابلو است. من از این تابلو هم میترسم. خودت را ناراحت نکن. یک تابلو که این همه نگرانی ندارد. آن را از اینجا بردارید. نه نه، من تابلوی همسرم را دوست دارم. اجازه نمیدم کسی آن را از اینجا بردارد. ما در اقلیتیم، پس باید سعیمان بر این باشد که نیروی خود را صرف تربیت همکیشانمان و جذب افراد بیشتری به مسلک مسیحیت بنماییم. تا کی باید گروه گروه از همکیشانمان را به کام مرگ بفرستیم؟ چرا باید سکوت کنیم؟ به اعتقاد من
تحمل مصائب و سختی‌های گوناگون در این زمان خود عبادت بسیار بزرگی است. شما اگر مردم را علیه حکومت نشورانید، هیچ نزاعی بین مسیحی ها و رومی ها رخ نمی دهد. آیا مولایمان مسیح ما را از اطاعت ظالم من نکرده است؟ شما حق ندارید جان مردم را بیهوده به خطر بیفکنید. قدرت از آن خداوند است، به هر که بخواهد عطا خواهد کرد. پس هیچ قدرتمندی نیست که اقتدار خود را از جانب خداوند کسب نکرده باشد. خداوند قدرت خود را به پیامبران و صالحان تفویض می کند. بیشک قدرت ستمگران قدرت شیطانی است، نه الهی. آیا قدرت ابراهیم و نمرود، موسی و فرعون و یا عیسی و هیرود یکیست؟ سلام مرد خدا. سلام، خوش آمدی گانوس. روزگار بر تو خوش. سرورمان مکسیمیلیان چه می کند؟ ایشان مرا به اینجا فرستادند. گفتند که محل اختفای شما افشا شده، هرچه زودتر اینجا را ترک کنید. یعنی خطر این همه نزدیک است؟ جناب ماکسیمیلیان هشدار بیجا نمیدهد. عجله کنید، وقت را نباید تلف کرد. بسیار خوب، شما بروید، من خواهم آمد. ابتدا باید اینها را روانه کنم. بگو با احتیاط بروند، ممکن است اینجا تحت نظر باشد. برادران، همکنون برای من خبر آوردند که اینجا امن نیست. با احتیاط و آرامش اینجا را ترک کنید. 3 روز دیگر در زیرزمین‌های گورستان بیرون شهر همدیگر را خواهیم دید. شما با این کارهایتان هم خلاف تعلیمات دین مسیح را به مردم می‌آموزید، هم جان آنها را به خطر می‌اندازید. خداوند همه ما را هدایت کند. اگر به آنجا هم ریختند و مردم را قتل عام کردند، چه کسی جوابگو خواهد بود؟ به لطف خدا باید امیدوار بود. هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. استاد، اگر نیاز هست من هم برای مراقبت از شما اینجا بمانم. نه، برو، نگران نباش، من هم از اینجا خواهم رفت. خدا نگهدار.
اینجا چه میخواهی مرد که جاسوس؟ هیچ، من از اینجا عبور میکردم. اینجا میکردی؟ فقط یک بار دیگر تو را اینجا ببینم زنده نخواهی ماند. فهمیدی؟ دوشا! چه خبر ماتیوس؟ علی جناب جولیوس، عزرائیل یهودی خبرهایی دارد. تا اینجا چه میکنی؟ مگر به تو نگفته بودم مراقب دنیا باش؟ چرا فرمودید؟ ولی دقایقی پیش یک نفر با کالسکی او را فراری داد. من هم با پای پیاده نمیتوانستم آنان را تعقیب کنم. چرا پای پیاده؟ قربان، آخر نیازی به اسب نبود. فکر نمی کردم او را فراری بدهم. چگونه از داخل قصر خبرها به بیرون راه یافته؟ کالسکی ران را هم نشناختی؟ دستار بر سر کشیده بود، ولی گمان می کنم کالسکی جناب مکسیمیلیان بود. خانه این مکسیمیلیان را زیر نظر بگیر. ببین کالسکی همان است یا نه. برو. به روی چشم علی جناب. هی قبل از غروب آفتاب باید به شهر بازگردم. نگران نباشید، هنوز وقت هست. مرا عفو کنید علی جناب. میتوانم سوالی داشته باشم؟ ماتیوس، من تو را از نزدیکترین دوستانم میدانم. هر چه میخواهی بپرس. اختلاف شما با مکسیمیلیان برای چه و از کجا آغاز شده؟ چون به تو اعتماد دارم میگویم. من سالها بود که به هلن علاقه داشتم و دیوکلتیانوس هم از این موضوع خبر داشت. ولی با آمدن مکسیمیلیان، دیوکلتیانوس دو دستی دخترش را به او تقدیم کرد. من از همون روز تصمیم گرفتم که ثابت کنم مکسیمیلیان لیاقت هلن را ندارد و خیانتکاری بیش نیست و ثابت خواهم کرد. مدارکی هم علیه او گرد آوردم که طی گزارشی به دیوکلتیانوس خواهم گفت. اگر توجه نکرد، گزارش دوم را به امپراتور هادریانوس خواهم داد. چرا جناب دیوکلتیانوس و بانو هلن مکسیمیلیان را بر شما ترجیح دادند؟ این برمیگردد به نفوذ هر یک از ما در روم. مکسیمیلیان فرزند یک سناتور رومی است و من فرزند یک افسر قدیمی ارتش روم. کدام یک میتواند پشتوانه خوبی برای حکومت دیوکلتیانوس باشد؟ متاسفم قربان. بگذاریم.
شما به کجا می روین گالوس؟ شما باید برای مدتی از شهر دور باشید. چگونه؟ جنگل پر از مخفیگاه است. شما چند روزی را مخفی شوید تا آرامش بازگشته و به این ترتیب رومی ها از شما غافل شوند. من هر روز برایتان غذا خواهم آورد. نه، من تنها نیستم. نباید به خاطر جان خودم وظیفه‌ام را فراموش کنم. گرد همایی و هدایت مردم دیر نمی شود. بعداً هم برای این امور وقت هست. ولی من با همکیشانم 3 روز دیگر در قبرستان زیرزمینی وعده کردم. از احتیاط لازم است. نگران نباش گالوس. ممکن است کمی به حرفای من گوش کنی؟ گوش میکنم. نه، گوش نمی کنی. معلوم نیست در کدام عالم سیر می کنی. راستش مرا ببخش آتنه. خبر ورود امپراتور به فیلادلفیا مرا هیجان زده کرده. کافیست فقط یک اشتباه پیش بیاید، همه چیز خراب می شود. همه امیدهای ما نقش بر آب می گردد. ای کاش به جای این همه بلند پروازی کمی هم به امور مهمتر توجه می داشتی. آتنه تو نمیفهمی. تو نمیدانی که حضور امپراتور در اینجا چقدر میتواند موقعیت حکومت مرا در روم تثبیت کند. علاوه بر این خاطرات زیادی برایم زنده شده است. چه روزهایی با هادریانوس داشتم. انگار همین دیروز بود. جنگ بین النهرین. چه افتخار بزرگی. آن موقع من از فرماندهان لژیون بودم. هادریانوس دستور داد جوجه های تفاعل را از قفس بیرون آوردند و کاهن جلوی آنها دانه ریخت. خدای من، با چه اشتهایی می‌خوردند. این علامت آن بود که جنگ به نفع ما تمام خواهد شد. آتنه، فتحی عظیم در پیش رو بود. چه تفاعل میمونی، چه تفاعل میمونی. در پی آن هادریانوس با عزم و اطمینان چند قدم به سوی شهر پیش رفت و با صدای بلند فریاد کشید: آهای، اگر خدایانی در این شهر هستند به من گوش کنند. من از شما میخواهم که از منازل و معابد شهر دور شوید و بر آن خون غم ببارید و در مقابل نیزه ها، تیرها و شمشیرهای ما از این مردم پست دفاع نکنید و بگذارید که ما با فتح وارد این شهر بشویم. فتح نگفتم تو به حرفای من گوش نمی کنی؟ تو در رویای خودت سیر می کنی. بسیار خوب گوش میکنم. حالا بگو، فکر می کنی هادریان چه کسی را به جانشینی برخواهد گزید؟ معلوم نیست. مگر نگفتی سابقه دوستیت با هادریان زیاد است؟ خاطرات گذشتم با هادریانوس یک لحظه از ذهنم بیرون نمی رود. مدام به آن روزها فکر می کنم. منظور من تجدید خاطرات گذشته نبود. میخواستم بگویم از این رابطه دوستی به بهترین نحو میتوان استفاده کرد. مثلا چه استفاده می شود کرد؟ از او بخواهید به پاس دوستی گذشته و به پاداش نجات جانش شما را به جانشینی خود انتخاب کند. اگرچه آرزوی بلند پروازانه است، ولی خب در جهت تحقق آن میتوان کوشا بود. ضرری هم ندارد. چرا بلند پروازانه؟ آیا به لیاقت و درایت خود شک داری یا به دوستی هادریان؟ به هیچ کدام. در تصمیم سنای روم شک دارم. گمان میکنم حتی اگر هادریان نیز موافقت کند آنها موافقت نمی کنند. ولی ضرری ندارد. تیریست در تاریکی. نمیدانید دیوکلتیان چه لذتی دارد؟ تکیه زدن بر جایگاه بانوی اول روم آرزویی نیست که از ذهنم خارج کنم. پس پیشنهاد میکنم خودت نیز دست به کار شوی. شارون همسر هادریان در این سفر همراه اوست.
با او از در دوستی وارد شو. زنان در تصمیم گیری شوهرانشان نقش مؤثری دارند. اگرچه چشم دیدنش را ندارم اما پیشنهاد بدی نیست. نه، مطمئن باش به آن عمل خواهم کرد. عالی جناب جولیوس. درود بر عالی جناب دیوکلتیانوس. جناب جولیوس، از شهر بگو. همه چیز مرتب است. تنها نگرانی من از داخل قصر است که خبرهای آن به بیرون رخ نمی کند. آسوده باشید جناب آدونیا، دیگر از خطر جستی. اینجا امن است. این اولین بار نیست که جناب ماکسیمیلیان مرا نجات می‌دهد. او پیشتر جسم و جانم را با هم نجات داده است. باید شنیدنی باشد. چگونه؟ من از مبلغین مسیحی بودم و تسلیس را تبلیغ می کردم. روزی سربازان رومی مرا در حین سخنرانی دستگیر کرده. بیشک مرگم فرا رسیده بود، اما جناب ماکسیمیلیان با ترفندی مرا آزاد کرد و همین آشنایی موجب شد که من موحد شدم. مدتها با همدیگر مباحثه داشتیم و من مطالب بسیاری از او آموختم. دارس، قدر اربابت را بدان، مرد بزرگی است. من او را به خوبی میشناسم. پس تو از او خیلی چیزها میدانی؟ من یک برده یونانی ام. 14-15 ساله بودم که پدر عالی جناب ماکسیمیلیان مرا خرید و به خانه‌اش برد. او یکی از بلندپایگان سنای روم و یکی از نزدیکان امپراتور هادریانوس است. من شاهد رشد و نمو لحظه به لحظه جناب ماکسیمیلیان بودم. او بسیار باهوش بود و پدرش بهترین معلم‌ها را برای آموزش او استخدام کرد و او را به علوم و فنون فرهنگ‌های ملل گوناگون آگاه نمود و همین آگاهی جناب ماکسیمیلیان موجب بیزاری او از خدایان روم و توحش و ستمگری رومی ها شد و برای گریز از روم بلافاصله به درخواست دقیانوس جهت مأموریت به فیلادلفیا پاسخ مثبت داد. بله، او در فیلادلفیا سرنوشتش رقم خورد. آثار خستگی در چهره تو مشخص است. بهتر نیست در زیر سایه درخت خستگی را از تن بگیری؟ او به فیلادلفیا آمد که از جنایت رومی ها گریخته باشد، در حالی که نمیدانست جنایات فیلادلفیا کمتر از روم نیست. چرا جناب ماکسیمیلیان با مشاهده جنایات دقیانوس به روم باز نگشت؟ دقیانوس بلافاصله دخترش را به عقد جناب ماکسیمیلیان درآورد تا در فیلادلفیا ماندگار شود، غافل از آن که بانو هلن خود یکی از موحدین خواهد شد. پس جناب ماکسیمیلیان پیش از این که به خداوند یگانه ایمان بیاورد از خدایان دروغین و بت‌ها رویگردان شده و خود یک موحد بود. بله، ایشان هیچگاه به خدایان المپ اعتقاد نداشتند و همواره به دنبال حقیقت بودند. او خالقش را می شناخت، اما در پی هدایتی، کتابی، آیتی از سوی او بود. مگر تورات و انجیل به دستشان نرسیده بود؟ چرا؟ آنها را خوانده بود، اما حقیقت را در آنها نمی یافت. ایشان همیشه به روستاهای اطراف فیلادلفیا سفر می کرد و از موقعیت و مقام خود به نفع مظلومان و محرومان استفاده می نمود.
در یکی از همین سفرها خود شاهد درنده خوی مأمورین مالیات می‌گردد. مأمورین مالیات دقیانوس. بگو بزن چه کردی روحایت را؟ کجا پنهان کردی؟ بزن بگو رهایش کن. بگو حرف بزن. پولهایت را کجا پنهان کرده ای؟ کجاست؟ اگر داشتن در جان من نیست. حرف بزن. حرف بزن. مالیات باید پرداخت شد. هیچ بهانه‌ای هم پذیرفته نیست. آنها را از آنجا بزنید کنار. بزنید. پولهایت کجاست؟ حرف بزن ببینم. حرف بزن. زانو بزن ببینم. کسانی که مالیاتشان را دادند عقب بایستند. مواظب باشید که یکی از شرکتان پنهان نماند. مبادا زمره‌ای به کسی رحم کنید. هر چی می‌توانید بگیرید. بگو بزنید. بزنید. اینجا چه خبر است؟ ما مأمورین دریافت مالیاتیم. این مرد نمیخواهد مالیات بپردازد. نمیخواهد یا ندارد؟ این به ما ربطی ندارد. ما مأمور دریافت مالیات هستیم، نه مأمور کمک به مستمندان. رهایش کنید. دست دار. عالی جناب که هستند؟ یک افسر جز از مافق خود اطاعت می کند، نه سوال. رهایش کنید. من افسر مالیات بگیر عالی جناب دیوکلتیانوس هستم. از تو هم فرمان نمیگیرم. ظاهراً باید با شما با زبانی دیگر سخن گفت. ظاهراً که بسیار نازپرورده به نظر میرسی عالی جناب. گمان نمی کنم آن زبان دیگر را بسیار خوب. یارانت را از اینجا بردار و برو. عالی جناب، پناه بر خدا. وای به حالتان، او مکسیمیلیان داماد دیوکلتیانوس است. حرکت میکنیم. بیای.
مقدمه ای شد برای آشنایی جناب ماکسیمیلیان با آن پیرمرد موحد و روشن ضمیر. جناب ماکسیمیلیان به شدت زخمی شده بود و پیرمرد که خود را عامل این حادثه می‌دانست به شدت نسبت به ایشان احساس دین می‌کرد. لذا جسم مجروح جناب ماکسیمیلیان را به خانه پیرمرد بردیم. او با جدیت و مهارت بسیار به مداوای ایشان پرداخت. نه شما باید استراحت کنید. حرکت برای شما خطرناک است. داگالوس بله جناب، من اینجا هستم. غیبت ما هلن را نگران خواهد کرد. من به شهر رفته او را با خبر میکنم. شما استراحت کنید، خیالتان آسوده باشد عالی جناب. به تل میخوابه یوانیس هم بگو مراقبه اوضاع باشند. اگر دیوکلتیانوس پرسید بگویند برای تمشیت امور به ولایات اطراف رفته. اطاعت سرورم، نگران نباشید. من زود باز میکردم. مواظب عالی جناب باشید. و این مقدمه آشنایی جناب ماکسیمیلیان با آن پیرمرد خداپرست شد. روی این زخم خوب بسته شده است. ما را عفو کنید. بیش از این نتوانستیم به عالی جناب کمک کنیم. نه خیلی خوب است. از کجا آموخته ای؟ از پدرانم. گرچه قابل مقایسه با علومی که طبیبان رومی میدانند نیست. چه کسی شما را به این روز انداخته است؟ مهم نیست عالی جناب. صدها سال است که تازیان رومی ها با بیرحمی و شقاوتی که برازنده انسانهایی متمدن نیست بر این گرده ها نواخته می شود. ما دیگر عادت کردیم. من به عنوان یک رومی از شما پوزش می طلبم. ما رومی ها خود را متمدن ترین مردم دنیا می دانیم و حالا که وحشیانه ترین اعمال را مرتکب می شویم. شما با دیگر رومی ها تفاوت بسیار دارید. ولی ما هم مثل دیگر رومی ها هستیم. تفاوت چندانی بین ما نیست. نه اصلا اینطور نیست. اجازه می دهید سوالی داشته باشم؟ مانعی نیست. عالی جناب، چرا به جای یاری آن افسر رومی با او مبارزه کردید؟ من خود نیز نمیدانم. فقط میدانم که نمیخواهم در زمره ستمگران باشم. شاید این تمایل و علاقه یک امر درونی است. ولی حب دنیا و لذت‌های آن هم یک خواسته درونی است. چرا برای رسیدن به این خواسته درونی تلاش نمی کنید؟ آیا خود شما برای اعمال نیک و بد خود دلیلی دارید؟ من هیچ عملی را بدون پاداش انجام نمی دهم و یقین دارم که مزد همه اعمالم را چه خوب و چه بد خواهم دید. و اگر جز این باشد اصلا زندگی برایم معنا و مفهومی ندارد. تو برای خوبی‌هایت از چه کسی پاداش میگیری؟
غلام یا خدمتکار شما پاداش خود را از چه کسی میگیرد؟ اربابش. از اربابش، یعنی از شما. من هم از اربابم میگیرم. هر کسی اربابی دارد. تو میخواهی بگویی که پاداش خود را از خدایت خواهی گرفت. به نظر من هم هیچ انگیزه‌ای بهتر از این برای اعمال نیک و بد نیست. اما من انقدر بدم نیستم که اعمال نیک و بدم را برای خدایان مسخره‌ای که در معابد به دست خود ساخته ایم انجام دهم. من میدانم که خدایی هست. مطمئن هستم. اما چگونه خدایی؟ نمیدانم. خدای من خالق من است. اما خدایان شما، یا بهتر بگویم خدایان رومی ها، مخلوق آنها هستند. نه، من به خدای تو نیز نمیتوانم اعتماد کنم. چه اگر یهودی باشی خدای مخصوص قوم خود را میپرستی و خواندم که تورات شما به پیامبران گناه و اعمال زشت نسبت میدهد. من نمیتوانم بپذیرم که خدای از آسمان به زمین بیاید، راه برود، با پیامبرش کشتی بگیرد و از او شکست بخورد. و تو اگر مسیحی باشی خدای تو را هم نمیتوانم بپذیرم، چرا که خدای مسیحیان هم مثل خدای رومیان پسر دارد. این را انجیل میگوید. اما این خدایی که شما گفتید ساخته و پرداخته مبلغین و پیروان مسیح است، نه خود مسیح. آنها برای اینکه رومی ها را به دین مسیح درآورند، دین آسمانی مسیح را شبیه دین زمینی رومی ها کردند. پیرمرد برای جناب ماکسیمیلیان از یک انجیل قدیمی سخن گفت. اما من در آن هنگام از این حرفها به خوبی سر در نمی آوردم. ولی کاملا آشکار بود که آن پیرمرد سخن برای گفتن بسیار داشت. بگذارید عقیده‌ام را به صراحت بگویم. من یک موحد هستم و خداوند یگانه را می پرستم و پیامبر من مسیح است، نه دیگری. مگر خدای مسیح با خدای دیگر مسیحیان فرق دارد؟ خدای مسیح خدای همه پیامبران و خدای آخرین پیامبری است که از این پس خواهد آمد. هر چه غیر از این باشد ساخته و پرداخته ذهن خود ما بی باشد. از خود سخن میگویی یا دلیلی هم برای اثبات آن داری؟ دلیل بسیار دارد، اما بهترین دلیل مکتوبی است که از جان عزیزتر می‌دارمش. من میتوانم آن را ببینم؟ البته، چرا نه؟ پیرمرد انجیل بارناباس را به جناب مکسیمیلیان نشان داد و ایشان آن را نبستند تا اینکه تا به آخر خواندند. و از خانه پیرمرد بیرون نیامدند تا آنکه نسخه ای از آن را برای خود نوشتند. آن حادثه و آن کتاب باعث شد که جناب ماکسیمیلیان از موحدین مسیحی گشت و متعاقب آن ما را هم به کیش خود درآورد. گالوس، براستی که جناب ماکسیمیلیان از بندگان مقرب خداوند است. او به من میگفت که فرق بین آنچه که حضرت مسیح میگفت و آنچه که امروز پیروان او میگویند مثل فرق
بین یک درخت تنومند است و بوته‌های کوچک. بعضی گلها از فاصله دور هم عطرشان به مشام میرسد. امیدواریم پیوند ما با رومی ها ناگسستنی باشد. عالی جناب، اجازه می دهید هدایای قوم یهود را عرضه کنیم؟ هدایای ناقابلی است، نشانه دوستی یهودی ها با امپراتور و نماینده و جانشین ایشان جناب فرماندار دیوکلتیانوس. ما هم هدایای ارزشمند شما را به عنوان نشانه دوستی تلقی می‌کنیم. معاهده‌ای که بین خدایگان، امپراتور و سران قوم یهود در اورشلیم منعقد گردید ما را موظف می‌کند با جناب فرماندار همکاری نزدیک داشته باشیم و در جشن‌های استقبال از امپراتور ما هم به سهم خود شرکت کنیم. از رعایای امپراتور توقعی جز این هم نیست. ما هم وظیفه داریم که دست شما را در مسائل عبادی و امور تجاری باز بگذاریم. در حقیقت ایجاد رفاه و آسایش مردم از وظایف امپراتوری روم است. منتها یک قشر از این مردم هستند که آرامش دیگران را به هم میزنند و قصد خیانت به روم و خدایان روم را دارند که با آنها سر سازش نداریم و لحظه ای از تعقیب و تعذیب آنها دست بر نخواهیم داشت. منظور عالی جناب فرماندار مسیحیان هستند. ما نیز از آنان زخم خورده ایم. آنها با پیامبر دروغین و کتاب ساختگیشان در صفوف ما هم رخنه کرده و پیروان آیین یهود را نیز گمراه کرده اند. عالی جناب، عالی جناب، به گمان من در زمینه مبارزه با مسیحیان می توانیم همکاری بیشتر و نزدیکتری داشته باشیم. ای سرباز، شما برید بالا. زود باشید. برو بیار. با این میشود او را مخفی کرد. جسد را کجا ببریم؟ در گورستان میفهمم که به تازگی دفن شده ممکن است به او تعرض کنم. بهترین جا منزل پدرش سانتوس است. اولین جایی را که بگردن آنجاست. بهتر است او را به جنگل ببریم. از همه جا امن‌تر است.
باز کنید. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا افتضاح کردید بیورزه ها، افتضاح کردید. یک مجرم تحت نظر را فراری می‌دهند و جسد یک مجرم را در پیش چشم نگهبانان ما می‌ربایند. آن وقت مسئول لژیون و گارد ویژه شهر ما چه کرده است؟ فقط گزارش. همین. من برای کسب تکلیف و اختیار بیشتر خدمت رسیدم، عالی جناب. گوش کن جولیوس، 3 روز مهلت داری قبل از رسیدن امپراتور به فیلادلفیا آدونیا و جسد پلوتون را پیدا کنی، وگرنه خودت به جای آدونیا به صلیب آویخته خواهی شد. ضمناً ربایندگان جسد پلوتون و نجات دهندگان آدونیا را نیز از تو میخواهم. این خبر خوشحال کننده است. پس آدونیا گریخته. هیچگاه اولین روز آشنایی با آدونیا را فراموش نمی‌کند. در اولین بازدید از شهر، کوزه‌گری آدونیا توجه ما را جلب کرد. خوش آمدین. خوش آمدین عالی جناب. کوزه‌گر ماهری است. عالی جنابان باید تازه به فیلادلفیا آمده باشه. بله، تازه از روم آمدم. از مشاوران دیوکلتیانوس هستم. یکی از شما باید عالی جناب سولینانوس باشه. ایشان هستم. شما از کجا میدونید؟ خبرها زود در شهر میپیچد، خصوصا خبر انتصاب شهردار جدید. خوشحالم از اینکه عالی جنابان کارگاه مرا با علوم خیش مزین کردند. مایلم این کوزه را از شما خریداری کنم. اشرافزادگان والاتبار رومی که روم را با همه زیبایی ها و آثار هنرمندان و مجسم سازان چیره دستش دیدن، طبعا نباید آثار کوزه‌گری گمنام و ناتوان در گوشه دور افتاده فیلادلفیا چندان برایشان جذاب باشد. این چنین نیست. در این کارگاه به ظاهر محقر آثار ارزنده و زیبایی وجود دارد. قیمت این کوزه را نگفتید. گرچه در شأن شما نیست، اما خوشحال میشم اگر به رسم هدیه از من بپذیرید. رد کردن هدیه این چنین ارزنده، آن هم از طرف صنعتگر ماهری چون شما، به دور از ادب است. میپذیرم. شما میتوانید مجسمی از جوپیتر یا آپولون برای من بسازید. من یک کوزه‌گرم، مجسم ساز خوبی نیستم. شاید هم نمیخواهید. کسی که این همه آثار زیبا را میسازد تا ساختن مجسمه نباید عاجز باشد. خب اگر دستور عالی جنابان باشد، چاره جز اطاعت ندارد. سعی کن تندیس زیبایی بسازی. فردا برای بردنش خواهم آمد. این همه مجسمه در معابر کافی نیست؟ من از مجسمه های گوناگون و رنگ با رنگ گریختم. آن وقت تو اینجا هم سفارش مجسمه برای حفظ ظاهر هم که شده باید در خانه داشته باشم.
که برای دریافت تندیس مراجعه کردیم اتفاق عجیبی افتاد. خب استاد کوزه‌گر، تندیس آماده است یا نه؟ بله آره جناب، آماده است. امیدوارم بپسندید. این دیگر چه جور مجسمی است؟ من در حد توان تلاش کردم عالی جناب. قبلا هم به شما عرض کردم که مجسمه ساز خوبی نیستم. تو میخواهی این مسخره را به عنوان مجسمه خدایان به خانه ببری؟ عالی جناب، این مجسمه ژوپیتر بود. نمی ترسید که از شما انتقام گرفته یا گزندی بزنه؟ نه، مطمئن باش که از این تندیس زشت و کری کاری ساخته نیست. ولی من در بین خدایان معابد تندیس های زشتر از این هم دیدم. یعنی از آنها هم کاری بر نمی آید. مواظب حرف‌هایت باش. این سوالها به زیان توست. من به این تندیس های مقدس سجده می کنم. اینها خدایان من هستند. ولی نباید بدانیم که از این خدایان کاری بر می آید یا نه؟ آیا نباید بدانیم چرا این تندیس شکست و از خود دفاع نکرد؟ و آیا انتقام خواهد گرفت یا نه؟ ظاهرا تو خیلی ساده‌ای کوزه‌گر. این مجسمه ها که خدا نیستند، تنها تجسم عینی خداوندند. آها، پس خدایانی وجود دارند که ما بدین شکل برای خود مجسم کردیم. ولی شما فکر نمی کنید که آن خدایان انتقام خواهند گرفت؟ با عرض پوزش از محضر آری جنابان میخواهم مطلبی رو صادقانه عرض کنم. امیدوارم آزرده خاطر نشوید. من فکر میکنم باید خدایی تواناتر از این را برای عبادت برگزید. نمیدانم چگونه خدایی. همانقدر میدانم که باید خدایی قدرتمند باشد که هم از خود دفاع کند و هم از بندگانش. چه تندیسی ساخت؟ به هر چه شباهت داشت به جز به تندیس ژوپیتر. تندیس زشت و کریه اما پر خیر و برکت. ولی موجب رهایی ما از شرک شد. برویم. آدونیا با حرکت زیرکانش ما را متوجه حقیقتی بزرگ کرد و آن حقیقت جستجو برای یافتن خداوندی توانا بود. از آن پس مدام آدونیا را می‌دیدیم و پیوسته به خداوند یگانه نزدیک‌تر می‌شدیم. باید ضربتی عمل کنید. حتی مظنون‌ها را نیز دستگیر کنید. می‌خواهم حتی یک نفر مسیحی در شهر نماند. بله عالی جناب. بیشتر مرمت و آماده سازی شهر به عهده مسیحیان است. امیدوارم برای مراسم استقبال دچار مشکل نشوید. نمایش در حضور امپراتور و نبرد گلادیاتورها هم جزو مراسم استقبال است. به هر حال باید جمعی از مسیحیان دستگیر شوند. همانطور که گفتم تمامی افرادی را که احساس کردید با آدونی ارتباط دارند بگیرید. با دستگیری آنها خیلی ها شناخته می شوند. من یقین دارم که مکسیمیلیان و هلن نسبت به دستگیری همکیشانشان بی تفاوت نخواهند نشست. باید دید آنها تا به کجا تحمل می کنند. خیلی خوب، ببینم چه می کنید. بروید. اطاعت عالی جناب. او مسیحیست.
خودم دیدم که به ژوپیتر تعظیم نکرد. او مسیحی است. تو یک دروغگوی رسمی. از خانه من بروید بیرون. دستگیرش کنید. رهایش کنید. نبریدش. کاری نکرده. رهایش کنید. مسیحی از آب در میآید. از کجا من؟ شاید تعدادشان بیش از اینها باشد. آدم دیگر به چشمش هم نمیتواند اعتماد کند. هر چقدر از اینها بگیرن کم گرفتن. میترسن تا آمدن امپراتور هم قائله اینها کنده نشود. وای چه آبروریزی خواهد شد. همین رنگ رو داریم. چرا فکر میکنید نباید در حال حاضر حرکتی علیه بتپرستان رومی انجام داد؟ چرا این همه شکنجه و کشتار همکیشانمان را ببینیم و دم نزنیم؟ حرکت علیه رومی ها اشکال ندارد جناب یوانیس. چگونگی آن مهم است. حضور ما در قصر به عنوان مشاوران دیوکلتیانوس به نفع همکیشان ماست. در موقعیت فعلی ما به اشکال گوناگون می توانیم آنان را یاری کرده و مانع بعضی اقدامات علیه آنان بشویم. بیشک باید از هر اقدامی که موقعیت فعلی را به خطر بیفکند دوری کنیم، مگر اینکه به نتیجه مفیدتر و هدفی والاتر دست یابیم. بهتر این است که هر یک مسئولیت بخشی از امور را به عهده بگیریم. موافقم. وظیفه جناب تلمیخا معلوم است. ایشان به عنوان طبیب مخصوص دربار می توانند درون قصر را کنترل کرده و ما را در جریان اخبار قرار دهند. کنترل حوادث و اقداماتی که علیه همکیشانمان صورت میگیرد به عهده من و سعی میکنم در محافل و مجالس مخفی مسیحیان شرکت کنم. برقراری ارتباط با مبلغین مسیحی و جوانان شجاع و فعال شهرم با جناب ماکسیمیلیان. ابلهانه است اگر اجازه دهیم این ملعون‌های بی‌نسب باید ریشه آنان را خشکان. این وظیفه تک تک ماست. مواظب آنان که هستی سرباز. حالا برو.
من مسیحی نیستم. خودش از تو را میشناسم. نیستم. نه دروغ میگوید، من مسیحی نیستم. این جاسوس یهودی دروغ میگوید. نه من آهوش تو ای سگ. من به خدایان شکایت خواهم کرد. برو بالا. این کار من مسیحی نیستم. من مسیحی نیستم. موش. من مسیحی نیستم. این بیشرم نیست مسیحی. بیشرم باید اون رو بکشم. بابا چی کار دارید؟ نمیدانید من که هستم؟ میکنید و بکس بابا از همین رو خونت را بریزم. بابا کجا میبرید؟ ببرید از جزء چه شده؟ مسیحیان رو میگیریم قربان. من مستخدم عالی جناب مکسیمیلیانم. رهایش کنید. من اون دروغ میگوید. اگر نمیشنوید او یک مسیحی است عالی جناب. مسیحی؟ بله عالی جناب، او یک مسیحی است. عزرائیل شناساییش کرده. نه، من او را میشناسم. او مسیحی نیست. عالی جناب، این یک مسیحی است. من او را میشناسم. او به خانه آدونیا رفت و آمد داشت. او خدمتکار جناب مکسیمیلیان داماد عالی جناب دیوکلتیانوس است. آن وقت او را مسیحی میدانی؟ او آزاد است. همه اینها به خاطر فرار آدونیاست. تا او را دستگیر نکنند آرام نخواهد نشست. هرچه سریعتر از اینجا بود. اطاعت عالی جناب. چرا تردید میکنی مرد؟ بخر دیگر. نمیاد. اینجا خانه کیست؟ مکسیمیلیان. گلوس را میشناسی؟ چرا میشناسم، همونجاست. یافتم.
را تعقیب کردم. همو بود که آدونیا را فراری داد سر. تو مطمئنی؟ بله عالی جناب، با چشمان خودم دیدم. خودش است، مطمئنم. از تعقیبش دست برمدار. برو. اطاعت میکنم. مأمور زیرم نیست. جولیوس باید بداند که گستاخیش بی پاسخ نخواهد ماند. مادر چرا ناراحتی؟ تو پسر خوبی باش، من زود برمیگردم. او پایش را از محدوده خود فراتر نهاده است. به اون نشان خواهم داد. گالوس برویم. بانوی من، نمیخواهید صبر کنید تا جناب ماکسیمیلیان تشریف بیاورند؟ نه، این مورد رو باید من خودم با پدرم حل کنم. کار جولیوس به جایی رسیده که برای من جاسوس میگمارد. عجب. حرکت کن. هی! گالوس، این کالسکه به نظرم آشناست. پس آدونیا رو با این کالسکه فراری دادم. امیدوارم خشم بانو هلن در حضور دقیانوس برایش دردسری ایجاد نکند. و تمام کاهنان معبد دولفی با لباسهای متحد و شکل در مقابل معبد بزرگ از امپراتور عظیم الشأن هادریانوس استقبال کرده و مقدمشان را گلباران خواهند کرد. بازسازی تندیس ژانوس در برابر معبد بانو هلن همچنین پدر، چه شده است؟ با من کاری داشتی؟ میخواهم با شما تنها صحبت کنم. تو حتی نگاهت را از پدرت دریغ میکنی. به زعم شما باید ماجرای مادرم را فراموش کنم؟ مادر تو به خدایان روم خیانت کرده. آیا باید خیانت او را نادیده میگرفتم؟ قصد من مجادله با شما نیست. فقط خواستم مطلع باشید که جولیوس بر ما جاسوس گمارده. اگر مانع نشوید خودمان چاره خواهیم کرد. گویا بانو هلن عصبانی بودند. گویا یک نفر سگی بر در خانه آنها بسته که آزارشان میدهد.
قصد من آزار ایشان نیست. آمدن امپراتور نزدیک است و من باید مراقب همه جا و همه کس باشم عالی جناب. پس ناگزیرم که به وظیفه‌ام عمل کنم. یعنی باور کنم تو خیال کرده ای من نمیدانم که همیشه چشمان هرزت به دنبال هلن بوده و یا نمیدانم که به شوهرش کینه می‌ورزی؟ من مطالبی دارم که اگر جناب دیوکلتیانوس بشنوند تصدیق خواهند کرد. بله، تصدیق خواهم کرد که جناب ژولیوس مشاور بلندپایه من از وقتی که به عنوان مأمور به فیلادلفیا آمده اند مدام در صدد توطئه علیه بنده و حکومتم هستند و چندان هم بدشان نمی آید که بر تخت من تکیه بزنند و در کاخ من فرمان برانند. دیگر چه چیز را باید تصدیق کنم جناب ژولیوس؟ شما اشتباه میکنید جناب فرماندار. من اشتباه زیاد کردم ژولیوس. سراسر زندگیم پر از اشتباه بوده و یک روز هم دیدی به اشتباه بلایی به سر جناب ژولیوس آوردم. پس حواست را خوب جمع کن. ولی من به شما ثابت خواهم کرد بله؟ که نیتی جز خدمت شما و امپراتور ندارم. این سعی را بکن، ولی اگر در جهت اثبات شرارت خود بخواهی پافشاری کنی پاهایت را خواهم شکست. تو سابقه مرا خوب میدانی ژولیوس، هم در نزد تراژان و هم نزد هادریانوس. اگر ثابت کردم چه؟ اگر آنچه را که میگویی ثابت کنی خودم با همین دستانم هلن و ماکسیمیلیانوس را گردن خواهم زد. بیا شیرها را آوردم. ببین چه شیرهای بزرگی است. تماشایی اینجا معبد ورودی شهر است. هر کس که وارد شهر می شود باید در برابر تندیس رب و نوع این معبد که نگهبان دروازه هاست سجده کند. یهودی ها چه؟ آنها که خدایان را نمی پرستند. نه، با آنها کاری نداشته باشید. شماها ورود و خروج شهر را کاملا زیر نظر بگیرید. اگر کسی در برابر این تندیس سجده ننمود بدانید خدا پرست است. بدون درنگ او را دستگیر کنید. جنایات دیوکلتیانوس کم بود که در این چند روز قبل از استقبال مضاعف نیز شده است. باید کاری کرد. باید از خداوند بخواهیم به ما صبر و تحمل بدهد که حرکتی نسنجیده نکنیم. همکیشان ما را قطع می کنند. آنها را گروه گروه به تیغه مرگ می سپارند. آن وقت تو از صبر و تحمل سخن می گویی؟ منظور او این است که قبل از هر اقدامی باید خوب فکر کنیم. بسیار خوب فکر کنیم. منتها فکری که منتهی به عمل شود. مثلا فکر کنیم که شهر را چگونه در برابر امپراتور ناامن جلوه دهیم، یا چگونه ژولیوس و یارانش را از دستگیری دست جمعی مسیحیان باز بداریم.
و یا اینکه انتقام خون همکیشانمان را چگونه بستانیم. اینها همه آرزوی قلبی ماست، اما آیا تحقق همه اینها ممکن است؟ من فکر میکنم اگر حسابگرانه عمل کنیم به بسیاری از این آرزوها دست خواهیم یافت. مثلا با شکستن بت‌ها، آتش زدن بتخانه ها می توانیم امنیت شهر را مختل کنیم. و با کشتن دقیانوس و امپراتور هم می توان جلوی دستگیری همکیشانمان را گرفت و هم انتقام خونشان. ناامنی شهر عملی است، اما کشتن آن دو به سهولت مقدور نیست. به گمان من آن هم مشکل نیست. ما به عنوان مشاوران دربار به راحتی می توانیم هم به دقیانوس نزدیک شویم و هم به امپراتور. می بینید که می شود در یک فرصت مناسب نیت خود را عملی کرد. بله، این شدنی است، به شرط آنکه دست از جان شسته باشید. شستن دست از جان مشکل است؟ نه، ولی باید دید آیا با گذاشتن از جان نتیجه مطلوب حاصل می شود یا نه. من یقین دارم که می شود. تصمیم در این مورد نیاز به بررسی و تعمق بیشتر دارد. اما فعلا شکستن بت‌ها و بتخانه‌ها را می توان آغاز کرد. منم موافقم. شما دو تن همیشه در امور تعلل می کنید و من هم چاره جز همراهی ندارم. این همه عجول نباش مارتینوس. ابتدا باید مانع اقدامات جولیوس شویم، برای بعد هم فکری خواهیم کرد. برویم. شنیدم تعدادی اسیر از روستاهای اطراف به طرف شهر می آورد. بعد نیست سری به آنها بزنیم. در سرزمین مقتدر عظیم امپراتوری روم و در قلمرو حکومتی من و در روز روشن چند ولگرد به سربازان ما حمله می کنند، چند مجرم را آزاد می کنند و کسی نیست که در این شهر جلوی آنان را بگیرد. پس شماها چه غلطی می کنید در این شهر؟ امپراتور در راه است و اوضاع شهر از همیشه آشفته تر. امپراتور گمان نمی کنند که اوضاع نابسامان از ضعف و بی‌عرضگی مشاورین نالایق من است. ایشان فکر می کنند که دیوکلتیانوس فرمانده لشکر پنجم امپراتوری عظیم روم آنچنان ضعیف شده است که یک مشت شغالان بی‌هویت خائن به ما شبیخون میزنند، سربازان ما را میکشند و اسیران ما را آزاد میکنند. اتفاقی نیفتاده است. اتفاقی نیفتاده جولیوس؟ چند نفر راهزن به سربازان ما حمله کردند که به زودی دستگیر خواهند شد. جولیوس
به مسیحیان بیشتر سختگیری کنید. انگار آنان تمام شدنی نیست. تمام شدنی هستند عالی جناب، اما همونطور که قبلا گفتم ابتدا باید فکری برای داخل قصر بکنید. متاسفانه خبرهای قصر به بیرون رخ نمی کند. مشکل اینجاست عالی جناب. به نظر من هشدار جناب جولیوس هشدار بجایی است عالی جناب. عالی جناب، دشمنان هرگاه که نتوانند بر نیروی نظامی یک حکومت غلبه کنند، به داخل تالارها و قصرها رخنه کرده و از درون آن را میپوسانند. در آستانه ورود امپراتور حرکت مذبوحانه چند خائن نباید جناب دیوکلتیانوس را این چنین برآشفته کند. شما همه از دشمنان داخل قصر میگویید و هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات ندارید. اگر حقیقت میگویید ثابت کنید تا من به خیانتکاران چنان مرگی بچشانم که در تاریخ بماند. بانو هلن. هلن عزیز، امروز کدامین الهه بر این قصر نظر کرده که اینجا رو به قدوم خود مزین کرده؟ خب اینجا چه میکنی؟ متشکرم آتنه، شما همیشه به من لطف داشتی. خودت میدانی که این روزها همه مشغولند. ما هم داریم خودمان را برای ورود امپراتور آماده میکنیم. دیوکلتیان میگوید همسر امپراتور زن قدرتمندی است و روی امپراتور نفوذ دارد. باید او را تحت تأثیر قرار دهیم. مطمئنم که تو میتوانی. من اوصاف همسر امپراتور را شنیدم. او زن جاه طلب و متکبری است. چقدر از این گروه زنها بیزارم. اصلا نفوذپذیر نیستند. در سنگ نفوذ ممکن است، اما بر اینها ممکن نیست. حیف که زن امپراتور است. اما تو نفوذ خوبی بر پدرم داری. هوش و کیاست تو پدرم را تحت تاثیر قرار داده است. بارها دیدم که به خاطر تو کاری را انجام داده و یا از کاری دست کشیده است. حتما همسر امپراتور را هم میتوانی تحت تاثیر خود قرار دهی. مبالغه میکنی هلن. شاید تا حدودی اینگونه باشد، اما این روزها پدرت شک دارم که زئوس را هم بشناسد. همانقدر که تو او را میبینی من هم میبینم. همه ی فکر و ذکرش شده امپراتور. هدیه برای امپراتور، استقبال از امپراتور، آینده برای امپراتور، گذشته با امپراتور. همه‌اش میترسد وقتی امپراتور اینجا باشد اتفاقی بیفتد. اتفاقا من برای همین به اینجا آمدم. دامن زدن به نارضایتی مردم ممکن است آنان را وادار به عکس‌العمل کند. گفتم تو بی جهت پیش ما نمیایی. آتنه، مسئله خیلی جدی است. من فکر میکنم پدرم مشاوران خوبی ندارد.
این همه قتل و شکنجه و زندان میتواند حکومت او را متزلزل کند. تا کی میتواند مسیحیان را بکشد؟ این مسیحیان که تمام شدنی نیستند. تو باید با او صحبت کنی. چرا خودت با او صحبت نمی کنی؟ میدانی که رابطه ما زیاد خوب نیست، اما با خصوصیاتی که در تو سراغ دارم تو حتما میتوانی او را متقاعد کنی. این کارها به نفع او نیست. تردید دارم. در این شرایط او به حرف هیچ کس گوش نمیدهد. من نگران آنم که در زمان حضور امپراتور در فیلادلفیا اتفاق ناگواری بیفتد و یا بعضی ها سر به شورش بردارند. در این صورت ما ضرر کرده ایم و این به نفع پدرم نیست. خوب است، اما اینجا نزدش کنید. خوب است. مراقب باشید. چه میکنید؟ این چه وضعی است؟ خدا چه میکنید؟ پس مسیحتان کجا؟ چرا به یاریتان نمی‌آید؟ اگر می‌توانست اینها را از کجا دستگیر کردند؟ ای قاتلان اولیا و پیامبران خدا. آرام باش یوانوس، آرام باش. باید دندان بر جگر بگذاریم و صبر کنیم. چاره ای نیست. چاره ای نیست؟ الان میگویم چاره اصلا نیست. چه خبر است یوانوس؟ دست نگه دار. مگر نمیبینی این چاپلوسان چگونه در مرگ و اسارت همکیشان و برادران ما پای کوبی میکنند؟ چرا میبینی؟ گمان میکنی فقط خودت میبینی؟ آرام باش. باید چاره دیگر جستجو کرد. کم بخور! وای که چقدر خوشحالم. او هم خوشحالم. برای اینطوری هست. پس بهتر است با هم پای کنیم. خوابتون جانم. بگم جانم. چه شده کمرت در؟ چرا میخوری؟ جام تکون بخور. زودتر برو. تکون بخور. با من بیایید. اینها همه دستور جولیوس است، نه دیوکلتیانوس. چه فرقی میکند؟ من امروز یا کشته میشوم یا جلوی کشتار بیرحمانه دست جمعی مسیحیان را میگیرم. باشد، قبول. من هم قبول دارم، قبول. اگر به قیمت کشتن جولیوس و دیوکلتیانوس هم تمام شده، جلوی این جنایت را میگیریم. اما دوستان، فعلا بهتر است از مسیحیان سخن نگوییم. ما کارگر میخواهیم. اجرای دستورات جناب دیوکلتیانوس هم بدون کارگر نمی شود. درست است. و بیشتر کارگران هم مسیحی هستند. فکر خوبی است. آری، برویم. خب چه اینطور؟ عالی جنابان مشاورین،
اگر جهت اعتراض به رکود کارها آمدید پیشتر از این عالی جنابان شنیدم. درست است عالی جناب، ما نیز به همین دلیل خدمت رسیده ایم. خب به نظر شما چه عاملی باعث رکود کارها شده است؟ جناب دیوکلتیانوس برای آمفی‌تئاتر تعدادی مسیحی میخواستند یا همه کارگران شهر را؟ جناب مکسیمیلیانوس چه فرقی میکند؟ عالی جناب، بیشترین مرمت و بازسازی معابد را کارگرانی انجام میدهند که به جرم مسیحی بودن دستگیر میشوند. نصب مجسمه امپراتور در میانه میدان نیمه کاره رها شده، چرا که جناب ژولیوس تصمیم به دستگیری کارگران گرفتند. ببخشید عالی جنابان، دلیل این همه نگرانی و التهاب شما فقط همین است یا اینکه دلایل دیگری در کار است؟ شما همیشه پا را از محدوده خود فراتر میگذارید. مواظب زبانتون باشید. من تلخی نیش تهمت را خوب میفهمم، اما خوب تحمل نمی کنم. مشاورین مرا ببینید. به جای آماده سازی شهر چنگ و دندان به هم نشان میدهند. به نظر عالی جناب آیا مرمت و بازسازی شهر بدون نیروی انسانی لازم ممکن است؟ جولیوس، به کارگرانی که در حال آماده سازی شهر مشغول هستند فعلا کاری نداشته باشید تا بعد. ولی عالی جناب، شما دلیل دستگیری آنان را خوب میدانید. من به دنبال آدونیا هستم. میدانم. تو میخواهی به خاطر یک نفر یک شهر را قتل عام کنی؟ من چگونه میتوانم ثابت کنم؟ بس است! کافیست جولیوس، کافیست! تا چند روز دیگر امپراتور از راه میرسد، آن وقت شما مشغول نزاع با یکدیگر هستید. بروید سر کارهایتان، بروید. مکسیمیلیان، مکسیمیلیان، هویت تو برای همیشه پنهان نمیماند. یک روز ثابت خواهم کرد که اشرافزاده بزرگ روم دیگر ژوپیتر را نمیپرستند. آن روز استخوان‌های رومولوس از این خبر در قبر خواهد لرزید. میگویند رومولوس با شیر گرگ بزرگ شده، ولی به گمانم تو را با زهر افعی پروراندند. و جناب مکسیمیلیان یک روز زهر این افعی را خواهند چشید. من هم منتظر آن روز خواهم بود. آیا از ما برای جناب ژولیوس کمکی ساخته است؟ بجامید ببینم. بجامید. یادم. خوبه. مراقب باشید. خوب است. یه خورده جلوتر. خوب است. آرام به چرخانی نیستم. جام ممنوش. آرام. مراقب مجسمه امپراتور باشید. آرام به چرخانی در قانه را. خوب است. آرام. خوب است.
گاله رو آرام بکشید بالا. آرام بکشید بالا. محکم بگید بکشید بالا. جنبش. هایش رو مراقب باش. ای تو مراقب باش. مواظب باشید. خوب است. آرام. دقاله را آرام بیارید خانم. های احتیاط کنید. مواظب باشید مجسمه امپراتور را زخمی نکنید. خوب است. آرام تو گمان میکنی که دیوکلتیانوس سخنان جولیوس را در مورد هلن و مکسیمیلیان باور نکرده؟ جولیوس با سوء نظر به بانو هلن اعتبار خود را در نزد دیوکلتیانوس از دست داده بود. وگرنه با اطلاعاتی که او دارد باید تا به حال مکسیمیلیان و هلن را نابود کرده باشد. ضمناً دیوکلتیانوس از جاه طلبی و تلاش جولیوس برای کسب قدرت بیشتر آگاه است و همین موجب شده که به سخنان جولیوس چندان اهمیت ندهد. جولیوس برای تحکیم قدرت خود نزد دیوکلتیانوس قصد تصاحب هلن را دارد و بیشک برای رسیدن به این امر دست از تلاش بر نخواهد داشت. و اگر به دیوکلتیانوس ثابت شود که دختر و دامادش خدایان روم را پرستش نمی کنند و خدای یگانه را می پرستند، لحظه‌ای در نابودی آنان شک نخواهد کرد. خیلی باید احتیاط کرد. فراموش نکن هر اتفاقی که برای آنان بیفتد برای ما نیز خواهد افتاد. من که هر لحظه منتظر حادثه ای هستم. هر حال فقط باید ادامه بدهید.